نماز قضا. نماز از حقوق خداوند بر عهده انسان است و انجام درست و به موقع آن واجب است و موجب خوشنودی خداوند می گردد. ترک نماز قطع رابطه با آفریدگار هستی است، بلکه سهل‌انگاری در ادای نماز هم گناه بزرگی است که موجب محرومیت از شفاعت، بی‌برکت شدن عمر و مال و عمل انسان و مستجاب نشدن دعای اوست. نمازی که در وقت معینش خوانده می شود نماز ادا و نمازی که بعد از وقت خوانده شود نماز قضا نام دارد. کسی که نماز واجب خود را به هر دلیلی در وقت آن نخوانده است یا بفهمد نمازی که خوانده باطل بوده، باید قضای آن را در اولین فرصت ممکن به جا آورد. البته نمازهای روزانه بانوان که در حال حیض و نفاس ترک می شود قضا ندارد. اگر نمی‌دانیم چند نماز را باید قضا کنیم یا تعداد آنها را فراموش کرده ایم، طبق فتوای اکثر مراجع تقلید به جا آوردن کمترین مقداری که مطمئن هستیم کافی است. البته در صورتی که احتمال می‌دهیم نماز قضا داریم یا نمازی که خوانده ایم صحیح نبوده، مستحب است احتیاطاً آنها را قضا کنیم. طبق نظر اکثر مراجع معظم تقلید، رعایت ترتیب در قضای نمازهای یومیه لازم نیست، مگر مواردی مثل نماز ظهر و عصر یک روز که باید قضای آنها نیز به ترتیب انجام شود. همچنین می توانیم نماز قضا را به جماعت بخوانیم، چه نماز امام جماعت ادا باشد چه قضا. نماز قضا را می توانیم در هر زمان به جا آوریم، اما باید به همان صورتی که ترک شده است قضا کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. نمازم 2 رکعتی خوندم. من دیروز رفته بودم مسافرت، خب بعد ماشینم خراب شد. ماشینم که درست کردم دستم روغنی شد، اینجای دستم، بعد اینجام هم روغنی شد، اینجام هم شد. اینجا رو شستم، اینجامو ندیدم بشورم. وضو گرفتم، نماز خوندم، نماز عصرمو. خب بعد دیدم اینجام روغنی بوده، وضوم باطل بوده، نمازم هم دیگه قضا شده بود. الان دارم قضای نماز دیروزمو میخونم، چون نمازم 2 رکعتی بوده اونجا که قضا شده، الانم باید 2 رکعتی بخونم. یاد گرفتی؟ باریکلا دخترم. لازم است بدانیم اگر کسی از اول تا پایان وقت نماز بدون اختیار خود بیهوش بوده، لازم نیست نمازهایی را که ترک شده قضا کند، ولی اگر مثل عمل جراحی با اختیار خود بیهوش شده یا خواب بوده، قضا لازم است. نماز قضای پدر و مادر. تا وقتی که انسان زنده است، اگرچه از خواندن نماز خود عاجز باشد، دیگری نمیتواند نمازهای او را بخواند. اما پس از مردن پدر، بر پسر بزرگتر واجب است نمازها و روزهایی را که میداند پدرش به جا نیاورده است قضا کند. طبق فتوای بعضی از مراجع، قضای نمازهای مادر نیز بر پسر بزرگتر واجب است. این نمازها باید از نظر بلند یا آهسته خواندن طبق وظیفه پسر انجام شود و از نظر کامل یا شکسته بودن به همان صورتی که از پدر یا مادر ترک شده قضا شود. اگر پسر بزرگتر قبل از وفات پدر از دنیا برود، پسر بعدی عهدهدار این تکالیف است. ولی اگر بعد از پدر بمیرد، به فتوای اکثر مراجع چیزی به عهده پسر دوم نیست. و در هر صورت حتی اگر پسر بزرگ
از انجام این واجب سرپیچی کند، چیزی بر سایر فرزندان واجب نیست. اگر پدر یا مادر وصیت کرده باشند که نماز و روزهشان را فرد معینی انجام دهد، پس از انجام آن شخص تکلیف از عهده پسر بزرگتر برداشته می شود.